او آدم برا خود دیگه میسته که چه کای میوی آخه سلام همین علیکم. شما گوش کنین، همین شما ایزانامه کشین، همین شکل کنین که دولت کنج بچه آرام همین دهین. طرفدارای باز رحمان و تر کردین همین پاکستان کلکلیتون، همین ولی دقیقه همین بیست مردک، همین الماس، همین الماس از سوید میتونیم که مقطع پرزیدنت شوه برا با تاجیکستان ها. همین اگر رای روز انتخاب کنم مخنو انتخابش میکنه، هیچ گپ نداره. من رام هیچ کجا گپ. یه دقیقه بیست بچه یه دقیقه بیست دین یا تطور دیگه تو برما دروش گازیت موندگی کو رحمانوف دیفو کازه صدای مردم تو سرت نوشوشته آدم وقتی که یه جو میوه یا کم ترک یه بچه ما توجی که میشه اونا هزار افغان میبینم و الماس ایرانی میبینم و او روی نفدگی و میرزه یه مایده یه بچه یونبوش کرگه صدا هست الماس؟ بله بله خوب است برادر عزیز درود و سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ تشکر الحمدلله خوب بینم طرفدار رحمانوف پرره باید در روسیه مشکلی ما راست دیگه میفهمی که تاجیکستان ای امی برادر یه افغانی که گپ زده، اگر ما دانه شما قدر قیمت داشته باشیم برینش که استودیا وای رفت و چرا وای اومد چیزی گفته برفت دیگه وای پروکاتر خودت میفهمی که مقصدش چیه. تمام بله بله این کسایی که افغانین، تاجیکای افغان، شما یگان اون حقوق ندارن که بیاین در اینجا برای تاجیکستان با مسائل داخلی تاجیکستان اختان چکنین، دخالت کنین. کشور اختان نبرین از دست طالبان خلاص کنین، چیکار دارین با تاجیکستان؟ بله بعد در مسئله نه برادر عزیز داخلش دیگه خیلی میتونی یگان جا بشینی صحبت کنیم یا حقارت میکنی؟ نه 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 قراچی نیستی بچه ساز نه همین قیه که آخه طرفدار رحمان باید نه او روز حقارت کرد کو. نه نه این میکروفون تا گیرم که طرفدار رحمان شما عقل تو نمیگیره که هم میکروفون گیرم کنه ای بچه اینم کنوکر همه چی قیوی نه میشه میکروفونو دریان میکروفونو بفرما الماز خب شما صبر کنین اکا الماز جان، شما خیلی صحبت کردین 2 ساعت 14 دقیقه شما صحبت کردین قطعی بیننده ها. گپ ز برادر. نه تو گپ زمان گوش کیسه تو ما طرفدار حکومتم، گپ نه زن ما گوش من میکنم. شما میبرین ما را نصیحت میکنین، مثال من فرزند پدرت نیستم، برادر من نیستی، تو دمه یگان زمین نیستی، نه در نماز خواندنم، نه در حقوق فطریم، نه حقوق پازیتیویم، برای چی میبروین نصیحت میکنین؟ ما چرا نصیحت کرد؟ ما خطا سخن کردم. آیا انسان آزاد هست یا نه؟ دلخواه آزاد است، انسان آزاد است، حق نداره که فکر اندیشش بیان کنه. حق دارد، ما تاجیک در نظر ندارم، انسان گفتم که حق داره که حق برای دولت دارد، خودش صحبت کنه، سرزمینی که حق خون اینا دارد، ریختگیه. حق ها دارد. برای چی نباشه؟ برای چی یک امریکانس نمیبره یک امریکانس نصیحت کنه، یک ملت دیگه نمیبره یک ملت نصیحت کنه؟ همین شما در و در تاجیکستان تا تاجیکستان تا چیکار کنید؟ تاجیکستان یگان هم. بیاین نخیر مرحمت شما مثبت نقل کنین، تعریف کن. مقصد گپ زد، مقصد مقصد ما سرنگون کردن نمی رژیم 32 ساله. شما نمیخوام سرنگون شما نمیخوام شخصا. برای چی نمیخوای خب شهر بتی؟ ما شهر بتی میخوام برای شهر چی بتم، ما بپرس من بتی؟ شهرت میتونم. منفی نه مثبت نقل که برای چی مثبت؟ برای چی؟ برای که ما از همین رهبریت که حوزی هستی، مقصد ای چی که حوزی است من روزی هستم. برای چی راضی؟ چی ای حکومت دستگاهی تو روزی، چی ای حکومت تفسیر روزی من رسونده؟ روزی هستم. نداره پدر برادر مادرم عزیز در دولت آرام خوب است. پدر مادرم در الماس دولت آرام خوب است. دولتم که بخوام میرم میام، با کدام بیس یک لحظه با کدام سر لباسی بخوام میگردم، مسجد بخوام میرم میام، ریش ما کسی کاردار نیست. با آزادی گفتم یک از کاردار نیست. وقتی که بالی گوش کنین، وقتی که یک کس میبره آزادانه گپ میزنم، والله من طریق قسم زن اویلانه سه قسم است، والله بالله تعالی من نه آدمی دولتم، هرچند که شهروند تاجیکستانم، والله بالله تعالی نه قطعی یگام حکومتی رفت آمد دارم، نه چی. من ایش عقیده شخصی من های. برای چی؟ برای پدر مادری من در سالی مقصد ای 93 بعد در وقت سرنگونی دولت پدر مادری من عذاب کشیدگی است.
یکمان تمام شید، تمام من فهمیدیم. آزادی خود نگم میدانم، من کس کردار نیستم. شما فقط صبر کنید، التماس من خودم میدونم که من قدر چی نیستم. از کدام منطقه تاجیکستانی؟ ما ایکولوف. کجای کلوب؟ خودش کدام کوچه شب بگو اخی؟ شهر کلوب. اخی کوچه شب بگو، کوچه محله. شهر کلوب، شهر کلوب کوچه چپای. بالا یا پایان؟ چپای پیش چی؟ کوچه چپای قشلوق چپای نه، کوچه چپای پیش قصر فرهنگ. قصر فرهنگ. کی را میشناسی اینجا؟ همه را میشناسم، امیر را میشناسم، سعید اکرم را میشناسم. نامشون بگی. کدام شخصیت را بگو، من نامش میگیرم. چند سال شد نیستی در داخل کلوب؟ چند سال شد نیستی؟ من میرم پاستن. آخرین بار کی اومدی روسیه؟ 8 ماه شد. صدلو را میشناسی؟ کدام صدلو را؟ همسایتون ایکو؟ همسایمون صدلو نیست. همسایمون صدلو سعید نیست. همسایمون صدلو سعید نیست. تو اونتی. همسایمون صدلو سعید نیست. باکسیور ای نمیشناسی؟ کدام دام گفتی ما بگم؟ دام نه. اوجا دام. دارو پاری ما خونه حولیگی تمام. اوجا همش دام. دام دی تجربه میگوی. کدام دام دی تجربه؟ پشتی. تو پشتی ارچه تو پشتی سیدر ولی جدا میگوی. نه ما بر قصر. شما ای قصر رو طرف شنه مقابل پروتفی قصر بگیم. نه ما ای برشیم. خیلی نباشه سراغ که میفهمید. کجای نباشه مقصد گفته. همونجا ده سویت هست حاضری. بله سویت هست، همه چی هست. در محله جمعی سویت هست؟ محله جمعی خدمت در کلوب نیست موج بگم کیو هست یا نه. من بدونم کی هست تمام. خیلی نیستی برای چی با هوای تاجیکستان میخزی چی میکنی زبلکی رو میکنی کی ملت ما دولت خودم ای ملت خودم ای حکومت خودم. من نمیخوام که تنقید کنم گفت داری. من تو یکم سخن کردی سه برای تنقید کنی تو بگو که امروز برای دولت چیکار کردی چیکار کردی که تو دیگه شخصیتای من سوال دادی که خب کردم گوش کردم. هر کس میتونه با چند عقیده خدمت راست که امروز برای دولت چیکار کردی که امروز میخوای دولت تنقید میکنی. تمام سوال همین التماس من میخوام جواب بدم. بس تو دالی بچه‌ال بس الماس بس سوال نیست همین سوال. اصلا شما می سوال میکنه که شما چیکار کردی؟ من 18 سالگی من حکومت شما الماس نه گاب نه بس الماس به اینطور خاتمه بحث کرده بحث من جواب بده. ای بچه الماس تر نمیشوا. نه تو فقط دماغتون پادش کم میکنی. الماس یاد قبیس من میگم که حکومت من یا حکومت میخوام که تا 18 سالگیش هم بوده که مکتب شو بیپل کنم هر ماه 500 تومانیش بتیم سویتش بتیم جای کارش بتیم مکتبش بتیم بگه من ایوه طلب کنم که تو بیاد ای دولت ای ملت خدمت کن. وقتی حکومت من یگان چی نداده چه من طلب کنم که من یگان خدمت به او حکومت بکنم. اولی گوش که حکومت باتم و چرا داده بیسی مرده گپ زنه مترا سوال میتونم به مرده گپ زنه. صبر کن مزاکه بیس برنده خود توسودی خودت در کدام چی خوندگی معلومات یول داری؟ مکتب یا نه خوندگی؟ کدام مکتب؟ مکتب یا نه خوندگیم تمام جواب دادم. ما مکتب یا نه خوندگی مکتب تمام سوال دا جواب دادم. خیلی مکتب یا نه خوندگی برای چی من میپرسی که چی خدمت کرد برای دولت؟ تو مرا سوال دادی که جای دکتر خیلی گفتی مرا سوال من سوال جواب دادم. ما مکتب یا نه خوندگیم. اینا ما مکتبی خوندم. مکتب میام به سوال دا جواب میدم. مکتب یا نه خوندم. پتو خوندم میشه اینا. تمام. پتو 32 خوندم. تمام فهمیدم. یگان شهروند تمام اکه برادر یگان انسانه بر شهروند این شهروند یگان در یگان گوشه دنیا گفتن گپ نیست که قرضدار دولت شه گوش که صبر که کاری رکمه کدگیم یگان وزیر معارف تاجیکستان کدگی نیست باور میکنی یا نه او شایته چیکار کدگی کاری رکمه کدگیم کاری رکمه کدگی یگان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان کدگی نیست امیر باور میکنی یا نه چیکار کدگی نیستن بگو جمهوری تاجیکستان چند سال استقلال به دست آورده خیلی استقلالیت جمهوری خیلی نه استقلالیت برابر چه میخه چه هر دیش یگان چند سالشی
خیلی نه 31 ساله 32 ساله گپ زد. سال آینده 33 ساله. خیلی بگذار مثال منطقه شهرتوز کدام دههاش میدونی خودت؟ رفتگی؟ خط خبر داری؟ شهرتوز رو رفتگی یک چه ما شهرتوز رفتگی. کدام دههاش؟ خودش رفتگی شهرتوز. دو بار سه بار مرکز رفتگی. بازارو نه ما منطقه که طرف جماعت پختاباد میگن. شاید. اسکرا. او منطقه دا تا زیرا زبان تاجیکی گفتنی گپ وجود نداره. در 34 سالی که گفتگی خودت زبان گفتنی گپ دولتی گفتنی گپ وجود نداره. در دایرکتور میشه رئیس جماعت میشه چی میشه دولت افریب کرده امیر رحمان فاگر اما دوست بین داشتن در 33 سال در 32 سال امجا نمیتونن با زبان دولتی جلب کنه مردم شه. چی زبان دولت در تاجیکستان اگر زندگی کنی تو زبان دولتی نداری بعد دانستان زبان دولتی حتمی ای ایرا همه شخصیت میدونه. ما سوال دانستان زبان دولتی حتمی ای تو حق داری که اگر ازبک باشی در خونه داخل خانواده خودت به زبان چی خودت صحبت کنی. ما گفتن نیستم که کو حق ندارن صحبت. هر یک انسان ازبک قرغیز ترکمن کس که است با زبان مادرش حق داره در داخل خانوادهش آزادانه